خب من اول سلام میگم و خوش اومدید به برنامه و دستتون درد نکنه. ارائه من درباره وب اسمبلی و بلیزر است. منم احسان واسقی هستم، مهندس و توسعه دهنده نرم افزار. این ارائه هم اسلایداش با فونت وزیرمد ساخته شدن، ساخته های صابر راستیکردار فوت شدن. من اول گفتم یادشون رو گرامی بداریم. خب من آقای هزاریان گفتن خودتو کامل معرفی کن، قرار همه خودش رو معرفی کنن، واسه این نوشتم این اسلایدو. من کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دارم از دانشگاه امیرکبیر، قبلش هم همین دانشگاه چمران درس خوندم. از سال 88 برنامه نویس بودم. تقریبا تمام تجربه کاریم با مایکروسافت دات نت، تکنولوژی های مختلفش از قدیمی ها مثل زبون وی بی دات نت و اس پی دات نت وب فرمز تا اس پی دات نت کور و بلیزر در حال حاضر. مدرس گروه کامپیوتر دانشگاه چمران هستم و یه استارتاپ آیوتی هم دارم به اسم پاناک که اونو هم در ادامه حالا مرتبط هست با بحث توضیح میدم. سابقه استفاده من و استارتاپ اون از وب اسمبلی و بلیزر رو هم یه توضیح بدم. دلیل این که من گفتم این ارائه رو میتونم ارائه بدم اینه که واقعا یکی از شرکت هایی هستیم که تو زمینه بلیزر سابقه زیادی داریم. حالا به دلیل اینکه استک اون دات نت بوده از اول رفتیم سراغ بلیزر. من از سال 97 اولین بار با اولین نسخه پایدار بلیزر خودم برنامه نویسی رو شروع کردم. بعد یه وب اپلیکیشن واسه پیک موتوریای راکبای یکی از پیک موتوریای اهواز نوشتم. یه کارواش آنلاین نوشتیم که اینجا میتونید ببینید نمونهشو، باز وب اپلیکیشنش بود. سیستم حسابداری و CRM شرکت خودمون رو بعد از اون توسعه دادم که بک‌اندش سالها قبل نوشته شده بود، فرانت اندش با بلیزر شروع شد. پلتفرم استارتاپ خودمون کامل با بلیزر، فرانت اندش، پنل مدیریتش هم با بلیزر و 2 تا اپلیکیشن اندروید و وب هم دارم که اینا سفارش ایران نبودن، برای خارج از کشور بودن، تو گوگل پلی منتشر شدن، باز هم با بلیزر هایبرید اپه که تو ادامه توضیح میدم. یه پروژه دیگه هم که با بلیزر انجام دادیم شبیه ساز آموزش حفاری نفت بوده، واسه نفت اهواز بوده، باز با بلیزر انجام دادیم. میشه گفت یه تجربه خوبی از بلیزر داریم توی شرکتمون و کارهای زیادی باش انجام دادیم. استارتاپ ما هم که گفتم باز کامل تمام فرانت اندش الان دیگه با بلیزر و تمام تکنولوژی های دیگه مثل ریاکت و اس پی دات نت ام وی سی ویو های قدیمیشو کنار گذاشتیم. یه استارتاپ آیوتیه که یه دیوایس پایش شرایط محیطی مثل دود و رطوبت و دما و سایر چیزها رو داریم که اینا از طریق یه سری اپلیکیشن در دسترس کاربرن. این اپلیکیشنه و این هم باز با بلیزر. این یه خلاصه ای از سابقه و کاری که ما با بلیزر انجام دادیم تا الان بود که خدمتتون گفتم. خب فقط ببخشید چند نفر فرانت اند کار اینجا بودن و بک اند کار هر دوشون؟ خوبه، اکثرا آشنایی دارن. وب اسمبلی سال 2015 یه تیم مشترکی از شرکت‌های بزرگ نرم افزار دنیا معرفیش کرد که اپل و گوگل و مایکروسافت و موزیلا اصلیاش بودن و استاندارد سازیش رو هم محول کردن به یک کنسرسیومی تو WTC، یعنی اصلی ترین کنسرسیوم یا اصلی ترین کامیونیتی استاندارد سازی وب. هدف از وب اسمبلی هم هدف اولیه، حالا چراییش رو بعداً تو اسلایدهای بعدی میگم، ولی چرا هدف اصلیش این بود که بتونیم زبونایی که زبون وب نیستن رو به صورت بومی یعنی نیتیو توی مرورگرها کامپایل کنیم. تا الان چیزی که توی مرورگرها کامپایل میشد جاوا اسکریپت بود و HTML و CSS که ظاهر مرورگرها رو درست، ظاهر پروژه ها رو نمایش میداد. اینجا هدف این شد که زبونهای دیگه مثل C، C++، پایتون، C#، هر زبونی قابلیت اینو داشته باشه که به صورت بومی و نیتیو توی مرورگر کامپایل بشه و بتونه با مرورگر کار کنه، چیزی که اصلا قبلا وجود نداشت. این شروع وب اسمبلی و استاندارد سازیش تو 2015.
اهدافی که اومدن گذاشتن این بود که بتونن یک سری فایل باینری مستقل از سیستم عامل درست کنن که توی هر مرورگری قابل اجرا باشه. یه طراحی شد واسه تکمیل و قوی کردن جاوا اسکریپت. از همینجا بدونیم که وب اسمبلی نیومده مثلا جاوا اسکریپت رو حذف کنه یا دیگه جاوا اسکریپت نباشه همه وب اسمبلی بنویسن. و از همون ابتدا هم که این شرکت‌های بزرگ اومدن کنار هم تمام مرورگرای اصلی وب اسمبلی رو ساپورت کردن. اینجا اپرا رو ننوشته ولی اپرا هم حتی ازش پشتیبانی میکنه. هم اج، هم سافاری، هم فایرفاکس، هم کروم وب اسمبلی رو شروع کردن به پیاده کردن. و یه هدف دیگه ای هم که از همون ابتدا پیاده کردن قابلیت سندباکسینگ بود، یعنی حافظه محدودی در اختیار اون فایل‌های باینری باشه که ساخته میشن که امنیت حفظ بشه، کاملا کراس پلتفرم باشه و حتی بتونه رو دیوایس‌های آی الان یکی از استفاده‌هاش رو دیوایس‌های آی اجرا میشه. و خب یکی از اهدافی هم که داشتن محاسبات سنگین، بازی‌ها، اپلیکیشن‌های ریل تایم، اینا رو هم بتونن باهاش پیاده سازی کنن. این اهداف اولیه بود. کنسرسیومی هم که تشکیل دادن تو WT اسکول بود. اهداف فنی هم که گذاشتن مولتی تریدینگ، گاربیج کالکشن، مثل زبونهای پیشرفته دیگه ای که الان ساخته شده و اجرای مولتی پلتفرم و کراس پلتفرم هم خیلی براشون مهم بود، چون دلیل اصلیش این بود که دیوایس های موبایل اومده بودن و هر چیزی قرار باشه اضافه بشه به اکوسیستم وب باید دیوایس های موبایل رو فارغ از سیستم عاملشون پشتیبانی کنن. الان اندروید و آی او اس کاملا دیگه اکوسیستم موبایل رو تسخیر کردن. 2015 هنوز ویندوز فون هم بود و حتی تایزن و اینا هم بودن، هرچند تایزن هنوز هم هست. خب اومدن اینو پیاده کردن. حالا من اینجا یه سوال دارم، کسایی که فرانت اند کار میکنن، آیا تو این هدفها چیزی هست که مثلا ریاکت یا انگولار برآوردش نکنه؟ نه سینگل ترید نیستن، کار سنگین هم میشه کرد. نه همون جاوا اسکریپت هم سینگل ترید نیست، میشه باش همه چی که در واقع حالا سینگل ترید ولی شبیه سازی شده مولتی ترید براش. نه حداقل کمبودی نبود که مثلا بگیم جاوا اسکریپتی کاریو لنگ گذاشته بود و رفتن دنبال، حالا دیگه من از این به بعد میگم وسم به جای وب اسمبلی. آیا این یه دونه اختراع دوباره چرخ بوده؟ میدونید نظرتون چیه؟ مثلا به نظرتون چرا این کارو کردن؟ نه لزوما پروژه های بزرگ و کوچیک رو میشه با هم وب اسمبلی پیاده کرد، هم ریاکت، هم انگولار، هم ویو. به نظرم بحث توسعه و دسترسی پذیر نسبت به برنامه‌نویسای زبان‌های دیگه بوده. این یه دلیل خوبه. یکی از دلایلیه که بتونن توی وب هم اون کار رو ادامه بدن و نیاز نباشه بیان اون زبان‌های جدید رو یاد بگیرن. برخلاف چیزی که خیلی از برنامه‌نویسا معمولاً این دید براشون وجود داره، خیلی از تکنولوژی‌ها دلایل غیر فنیشون نسبت به دلایل فنی خیلی میچربه به اینکه به وجود اومدن. اصلا فقط هم مختص این نیست، اصلا مایکرو سرویس هم خیلی مثلا فنی چیزی وجود نداشته که مثلا تکنولوژی مونولیت برآوردش نکنن بگیم کارمون لنگ مونده بود حالا مایکرو سرویس درست کنیم. نه، بیشتر این تکنولوژی هایی که میان، بیشتر معماری ها، بیشتر رویکردهای جدید دلیل کسب و کاری و سازمانی دارن. وب اسمبلی هم بیشتر از این که دنبال این باشه که یه کاری بکنه که قبلا انجام نمی‌شده، دلیلش واقعا همین دلایل غیر فنی توسعه و پذیرش بوده. یعنی یه دلیل خیلی مهمش این بوده که خب کلی تکنولوژی جاوا اسکریپت هست، کلی هم شرکت قدیمی هست که اصلا کداشون واسه دسکتاپ بوده. حالا که میخوان بیان سمت وب بیس کردن اینا که تو 2015 خیلی هم این پررنگ‌تر از 2025 که الان ما هستیم بوده، اینا باید یا تیمای جدید تشکیل بدن، یعنی تیماشون افزایش پیدا کنه تعدادشون، و برن جاوا اسکریپت یاد بگیرن، برن انگولار، ویو یا ریاکت یاد بگیرن.
پس یکی از دلایل اصلی که این اومد معرفی شد اینه که این هزینه ها رو کاهش بده. یعنی یه کدنویس پایتون، سی پلاس پلاس، سی شارپ یا هر زبونی دیگه بتونه از همون دانشی که داره این اصطلاحاً لرنینگ کروش خیلی کوچیک‌تر بشه و خیلی سریعتر بتونه واسه همون شرکت کار بکنه. یه دلیل خیلی مهم دیگه‌ای که داشت استفاده مجدد از کدای قدیمی بود. یعنی شما یه بانکی رو فرض کنید که 30 سال کد نوشته، منظورم کد منطق فرانت انده، حالا کد بک اند اصلا به کنار. حالا یه دفعه با این مواجه میشه که باید تمام این کدها رو، تمام این منطق رابطه کاربریش رو جاوا اسکریپت کنه. خب این واقعا سخته، خیلی سخته. این تکنولوژی وسم اومد که اینو خیلی راحت تر کنه واسه خیلی از سازمان‌ها. و خب وقتی بتونن از کدای قدیمی استفاده کنن و با سیستم قبلیشون یک پارچه بشن، خیلی یک پارچگی و اینتگریتی سیستمشون میره بالا و هماهنگ‌تر میشه و ساده‌تر میشه. یه دلیل دیگه هم که کسایی که فرانت کار کردن 100% باش مواجه شدن، حالا من از قبل‌ترها فرانت کار کردم، تکنولوژی جاوا اسکریپت بیسد خیلی خوبن، واقعا خیلی خوبن، ولی تو این سالایی که به وجود اومدن فوق‌العاده تغییر داشتن. یعنی مثلا انگولار رو که شما در نظر بگیرید، انگولار 1 و 1 و 2 1 و 3 یه دفعه 2 که اومد اصلا متحول شد. یعنی هیچی از اون قبلیا اصلا کامپایل نمیشد دیگه، تموم شد. دوباره ریاکت چند بار این اتفاق براش افتاده. ویو مدل جدیدش با مدل قدیمش فرق میکنه. این واسه خیلی از سازمان‌ها و واسه خیلی از پروژه‌های بلند مدت خواستنی نیست. وب اسمبلی یکی از اهداف دیگه‌ای هم که داشت اینه که این موضوع حل کنه. شاید که نه، حتما انعطاف پذیری اون جاوا اسکریپت ها رو نداره، ولی واسه یه پروژه بلند مدت که شاید قرار باشه 10 سال ادامه پیدا کنه، این حسنو داره که پایدارتر و استیبل تره. پس اینا دلایلش بودن و واقعا دلایلش غیر فنی بودن، وگرنه این نبود که جاوا اسکریپت و فریم ورک های جاوا اسکریپت چیزی نداشته باشن که مثلا ما با وب اسمبلی بهشون برسیم. نه، همه چیز بود. این اومد یه رسالت دیگر رو انجام بده. خب حالا یه توضیح هم درباره وب اسمبلی های معروفی که الان وجود داره و کار میکنن. البته این ممکنه خیلی هم به روز نباشه چون من همه رو نمیشناختم، ولی چک کردم معروف تریناشون تو این هستن. پایدارترین و با سابقه ترین فریم ورک وب اسمبلی موجود همین بلیزره که مایکروسافت داده سال 2019. یا آخرین آرسیش اومد یا ورژن اولیه نهاییش اومد، یعنی استیبلش اومد. زبونش سی شارپه و خب پشتیبان و مالکش هم مایکروسافته. مثل باقی محصولات مایکروسافت بعد از مدیریت استیو بالمر اوپن سورس هم هست. کل دات نت اوپن سورس، این هم اوپن سورس. یه وب اسمبلی دیگه که خیلی حداقل آینده روشنی براش می‌بینن کاتلین وسمه. زبونش کاتلینه، باز پشتیبان و مالکش هم جت برینزه. البته هنوز ورژن استیبل نهاییش نیومده، ولی باز وب اسمبلی خوبیه واسه کسایی که کاتلین کار کردن. مخصوصا این واسه پروژه‌هایی که بک اندشون و اپ اندرویدشون کاتلین بوده، باز این حسنو داره که میتونه از کل کدای اونا خیلی خوب استفاده کنه. اسمبلی اسکریپت که تایپ اسکریپت زبونش الان به ورژن پایدار فکر میکنم رسیده. پروژه اوپن سورس، صاحب خاصی نداره. این EMS اسکریپت 10 هست. سی و سی پلاس پلاس زبونش. پروژه رو موزیلا شروع کرده ولی باز اوپن سورسه. و با راست، این راست وسم هست که باز پایدار پروژهش و موزیلا و راست، جامعه راست، کامیونیتی راست شروعش کردن. یه گرین هست که باز تقریبا پایدار ولی هنوز ورژن استیبل نداده. زبونش هم مختص خودشه. تاینی گو هست، این خیلی باز پرطرف داره با این که هنوز ورژن نهایی نداده. کسایی که گو می نویسن و بکند گو نوشتن باز به این خیلی تمایل دارن. و
پایودایده که پایوداید هم خیلی پروژه خوبیه، موزیلا شروعش کرده و پایتون زبونش، باز این پرطرفدار چون پایتونه. منتها این دو مورد اول از لحاظ توسعه یافتگی و ابزارا واقعا قابل مقایسه با بقیه نیستن، خیلی جلوترن و بلیزر هم چون مایکروسافت خیلی سرمایه گذاری کرده روش رو به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستمش واسه آینده دیدتش، بیشتر از بقیهشون پیشرفت کرده. خب حالا یه خلاصه هم بگم واسه کسایی که میخوان ببینن چه جوری این کار میکنه. یه پروژه‌ای که با وصم داره کار میکنه، اول یه سری فایل باینری، حالا واسه بلیزر میتونن DLL باشن یا پسوندهای دیگه، اینا اول عین هر فایلی دیگه مثل CSS مثل JS دانلود میشن. پس یه حجم اولیه‌ای دانلود میشه توی مرورگر، بعد دیکود میشه و تبدیل به کد ماشین میشه و توی یه سندباکسی اجرا میشه بعدش. یعنی در واقع این کدی که شما دارید به کامپیوترتون هیچ دسترسی نداره، به حافظه هیچ دسترسی نداره، همش توی یه قسمت خاصی از حافظه یه سندباکس ساخته میشه. دلیلش به نظرتون چی بوده؟ دقیقاً بحث امنیت بود. آره، و این کاملا ایزوله است. بعد از اینکه کامپایل شد دیگه دامو میتونه بسازه، میتونه رندر انجام بده و با جاوا اسکریپتاتون هم با یه سری متد که توش تعبیه شده از جاوا اسکریپت ها ورودی بگیره یا با جاوا اسکریپت ها خروجی بده و دیگه یو آی اون اپلیکیشن رو کنترلش کنه. خب اگه احیانا تا اینجا سوالی نیست من ادامه بدم. این سوال هست؟ سرعت بحث وب اپلیکیشن که میاریم بالا، خب به نسبت نیتیو سرعت کامپایل به نسبت جاوا اسکریپت، به نسبت حالا جاوا اسکریپت، این سوال خیلی سختیه، خیلی بنچمارک کردن و چون هنوزم در حال توسعه بودن خیلی تفاوت کرده سرعتشون. تو بعضی از بنچمارک ها خیلی پایین‌تر بوده سرعتش، تو بعضی از بنچمارک ها هم خیلی بالاتر بوده سرعتش. ولی حقیقت مثل همون چیزی که واسه بحث فنی گفتم، دلیل این که رفتن سراغ اسمبلی سرعت نبوده حقیقت، دلیلش همون دلایل غیر فنی بودن. ولی واسه بعضی از کارا مثلا کنترل وب جی ال سرعتش بهتر از جاوا اسکریپت دیگه، چون دیگه نیتیو دیگه، یک بار لود میشه میاد. واسه بعضی از کارا هم بدتر بوده، بنچمارک ها خیلی متفاوتن. منتها نه باتلنک اون جاوا اسکریپتی ها مثل ریاکت و ویو و انگولار سرعت بوده که به خاطرش برن سراغ این، نه این سرعتش بده که مثلا مانعی باشه، سرعت دوتاشون خیلی خوبه. آره دیگه سوالی نیست. خب بلیزر، حالا دیگه از وب اسمبلی خارج شیم بیایم فوکوس کنیم رو بلیزر. بلیزر یه ترکیبی از دوتا کلمه بروزر و ریزره. ریزر کسایی که دات نت کار کردن میدونن ویو های دات نت با یه زبونی تقریبا زبون حالا میشه گفت نوشته میشدن به اسم ریزر، یه زبون مارکاپی بود شبیه HTML ولی کنترل های به ریزر داشت. حالا اینا رو با هم ترکیب کردن اسمشو گذاشتن بلیزر و بلیزر هم هست، بلیزور نیست با اینکه OR نوشته میشه ولی بلیزره. خب این یه فریمورک تحت وب از مایکروسافت واسه نوشتن فرانت اند و برنامه‌های کلاینت با استفاده از سی شارپ. معماریش خیلی شبیه ASP.NET کوره ولی خب فرانت اند بک اند نیست. میاد کدای سی شارپ و طوری لینکشون میکنه که بتونن با استفاده از همین استاندارد وب اسمبلی توی مرورگر اجرا بشن. پس تا اینجا همین کاری که کرده و این استاندارد وب اسمبلی رو پاس کرده، یعنی این که رو اندروید، iOS، تلویزیون هوشمند، ویندوز، لینوکس هیچ تفاوتی نداره سیستم عامل چی باشه. هر جایی یه براوزر مدرن باشه، مدرن هم که میگم از 2018 به بعد، که این تکنولوژی وب اسمبلی رو که جزء استانداردها الان از ساپورت کنه، این هم اجرا میشه دیگه. و دو نوع هم ما بلیزر داریم. یه نوع بلیزر سرور سایت داریم که کدا توی سرور اجرا میشن با تکنولوژی سیگنالار، نتیجهشون یو آی میاد سمت کاربر. یه وب اسمبلی داریم که کل اپلیکیشن میاد سر براوزر کاربر اجرا میشه و اون اولیه خب دیگه
قاعدتاً میشه تجزیه تحلیلش کرد، چون سمت سرور اجرا میشن اصلا ربطی به بروزر کاربر نداره. دومیه که وب اسمبلیه و روی بروزر کاربر استفاده میشه. سال 2018 اولین بار معرفی شد، نسخه های اولیه‌اش اومدن. خب مثل بقیه اکوسیستم دات نت که گفتم اوپن سورس شده، اینم اوپن سورس شده بود. وب اسمبلی استیبل بلیزر با دات نت 5 اومد، ولی قبل از دات نت 5 هم وب اسمبلی داشت. کدایی هم که نوشته شدن باهاش به راحتی اضافه شدن به کانورت شدن به دات نت 5، مشکلی نداشت. بعد از دات نت 6 هم که دیگه دات نت کور کنار رفت، دات نت شد یه اکوسیستم مجتمع، بلیزر دیگه شد یه بخش از همین اکوسیستم دات نت. خب حالا چرا ما باید از بلیزر استفاده کنیم؟ یه سوال خوبیه واسه کسایی که میخوان اصلا ببینن استفاده بکنن یا نکنن. یه حسن بزرگ، اینا خیلی شبیه به همون جوابایی هستن که واسه وب اسمبلی دادیم، منتها اینجا فقط میان تو قالب بلیزر و دات نت. یه حسن خیلی خوبی که داره توسعه فول استکه، یعنی خیلی دیگه وقتی شما از بلیزر استفاده کنید معنی نداره که شما، نه اینکه معنی نداره ولی عمدتاً شما برنامه نویس فول استک میشید. میتونید فرانت اند بنویسید، ولی اونی که بک اند نوشتم واقعاً با یک هفته تلاش میتونه دیگه فرانت اند رو هم بنویسه. یه زبون یک پارچه است واسه فرانت اند و بک اند. در نتیجه هزینه مدیریت پروژه و هماهنگی تیم و آموزش و این چیزها رو خیلی میاره پایین. و یه حسن بزرگی هم که داره، شما یه شرکتی رو فرض کنید که سالها دات نت نوشته، الان یه کلی کد داره، میتونه از همونا و از همون منطقه‌های تجاری کامل استفاده کنه توی فرانت اندش و بازنویسی نیاز ندارن. خب حالا یه خوبی دیگه ای هم که داره که من در ادامه باز یه سوالی میپرسم و یه توضیح دربارش میدم، پشتیبانی رسمی و بلند مدت مایکروسافته. خیلی مایکروسافت اومده سرمایه گذاری کرده، تصمیم گرفته اینو خیلی بلند مدت ازش پشتیبانی کنه و در نتیجه یه دلگرمی خوبی است که اگه باهاش کار کنیم یه شرکت بزرگ پشت سرشه. اگر مثل من خیلی جاوا اسکریپت سالهاست کار نکردید، دیگه خیلی وابستگیتون به جاوا اسکریپت کم میکنه، لازم نیست یه پروسه یادگیری جدید انجام بدید جاوا اسکریپت کار کنید. مورد آخرم که حالا متاسفانه واسه کشور ما خیلی قابل استفاده نیست، یک پارچگی خیلی آسون با اژور. البته الان این خیلی جمله دقیقی نبوده من نوشتم، یک پارچگی کامل با اژور و AWS و گوگل کلاده، الان همشون ازش ساپورت میکنن. اژور خیلی بهتر، یعنی سازمانایی که تو دنیا خیلی هم زیادن میرن سراغ این زیرساخت‌های ابری، پروژه‌های بلیزرشون رو به سادگی یک کلیک میتونن همیشه پابلیش کنن، CI/CD راحت داشته باشن، خیلی آسون میکنه کارشونو و خب این یه حسن بزرگه. خب کسی اینجا سیلورلایت یا زامارین کار کرده؟ یه پروژه های مایکروسافت اون زمانی که کاملا روی کردش فرق میکرد داشت، یکیشون سیلورلایت بود و یکیشون هم زامارین بود. اینا خیلی ترس ایجاد کردن واسه برنامه نویسا. یعنی من خودم اون موقع سال 91 سیلورلایت رو نشستم کامل کار کردم، یه پروژه‌ای باش نوشتم، پروژه که تمام شد مایکروسافت کلا انداختش دور، یعنی هیچ ادامه‌ای پیدا نکرد. و خیلی از زمانی که بلیزر اومد خیلی ها میگفتن خب اینم مثل سیلورلایت، اینم مثل زامارین. الان شما یه پروژه زامارین داشته باشید که واسه موبایل بود، بخواید تبدیلش کنید به ورژن جدیدش که دات نت مایوآیه، 1/4 زمان نوشتن پروژه زمانتون رو میگیره، 1/3 زمانتون رو میگیره و چقدر سخته این کار. در نتیجه اومدن خیلی از برنامه‌نویسا گفتن ما چرا باید بریم یه سیستمی رو پیاده سازی باش انجام بدیم که معلوم نیست 4 روز دیگه مایکروسافت بیاد اصلا ادامهش بده نده، بعد اصلا از کار بیفته، نمیدونم اپل بزنه ببندتش دیگه، موبایل‌های iOS نتونن پشتیبانیش کنن، اپامون باز نشن سر اون. حالا نظرتون چیه درباره این؟ به نظرتون همچین ترسایی؟
زاماری. خب اینقدر تجربه بد بود و البته سیلورلایت و خیلی های دیگه که بله. اون مقطع مهاجرت کردن اصلا خیلی مایکروسافت دادن دقیقاً دلیلش این دوتا بود. ما فکر کردم ما به این برخوردیم. نه زامارین تجربه زامارین جزء تجربه های جهانیه که هر کس باش اپلیکیشن نوشت فیل شد و مجبور شد. وقتی زامارین یه پروژه متن باز بود، زامارین و یونیتی که حالا اسم قدیم یونیتی فارسیر بود ولی بعداً شد یونیتی. اینا رو مایکروسافت طبق رویکرد اون موقعشون خریدشون، متن بازشون رو دیگه ادامه نداد، اومد خودش به صورت متن بسته یا کلوز سورس ادامهشون داد. حالا یونیتی به دلایل خیلی موفق شد، یونیتی که اصلا عالی بود. زامارین به یه دلایلی دیگه فوق‌العاده شکست خورد و دیگه هم ادامهش نداد. الان هم زامارین در واقع پدر همین مایوهاییه که الان داده و خیلی هم خوبه، ولی پروژه های زامارین عملا شکست خوردن. حالا میگم به نظرتون این ترس معقولی هست یا نه؟ کسی این ترس معقولی نیست، دلیلم داره. ببینید من اول گفتم بلیزر مال مایکروسافت، وب اسمبلی مال مایکروسافت نیست، یه تکنولوژی جهانیه که WTC استانداردش کرده و هر چیزی از این به بعد ساخته بشه وب اسمبلی رو ساپورت میکنه. در نتیجه در بدترین حالت که مایکروسافت کامل بلیزر رو بیخیال میشد و ولش میکرد و این هم سرمایه گذاری نمیکرد روش، هم سورس های شما بدون مشکل اجرا میشدن، چون اصلا ربطی به مایکروسافت نداره، یه تکنولوژیه که همه براوزرها ساپورتش میکنن. مثل سیلورلایت نبود که باید یه چیزی نصب میکردید تا نشونش بده. اپل گفت من اصلا اینو به رسمیت نمیشناسم. یه تکنولوژی کاملا استاندارد شده است و وابسته به محیط خاصی هم نیست. شما مایکروسافت اج لازم نیست نصب کنید یا نمیدونم مثل فلش اون موقع فلش پلیر قرار نیست نصب کنید، یه سندباکسی تو تمام براوزرها هست اینو اجرا میکنه. بعد برخلاف زامارین که یه پروژه خارج از مایکروسافت بود، مایکروسافت رفت خریدش آورد داخل خودش، چقدر تلاش کرد تا اینو اینتگریت کنه با سیستم‌های خودش و نشد، آخرش هم مجبور شد از بیس دوباره، حالا از بیس که نه، یه مقدار زیادی دوباره بنویستش. بلیزر یکی از قسمت‌های اصلی اکوسیستم دات نت بوده. اکوسیستم دات نت هیچ سولوشن دیگه‌ای واسه نوشتن پروژه سینگل پیج نداره. فرانت اند کارهایی که اینجا تشریف دارن و کار کردن میدونن دیگه، عمده فریم ورک‌ها سینگل پیجن الان. در نتیجه خیلی بعیده یه چیزی که این همه سرمایه گذاری کرده، حالا البته 2015 انقدر سرمایه گذاری نکرده بود، ولی الان دیگه خیلی بعیده که بعد از این همه سرمایه گذاری و تو ادامه میگم اینتگریت کردنش با تمام چیزهای دیگه دات نت بذارتش کنار. و یه موضوع دیگه هم که باز بر اساس همون اولیه بند اول میتونیم نتیجه بگیریم، وقتی موزیلا و اپل و گوگل و مایکروسافت اومدن با هم دیگه همکاری کردن، یه استانداردی رو دادن، واسه همشون مهمه. الان دیدید تو اون جدول موزیلا 2 تکنولوژی وب اسمبلی منتشر کرده، مایکروسافت یه دونه، کاتلین عملاً وابسته به گوگل یه دونه. اینو نمیان بیخیالش بشن، یعنی یکی از تکنولوژی‌هایی که واسه آینده در نظر گرفتن وب اسمبلیه و کنار نمیذارنش. در نتیجه از همون اول یه عده زیادی اومدن گفتن نه، از جمله مثلا خود من گفتن ما بلیزر رو یاد میگیریم. یه تفاوت بزرگی دیگه هم که با سیلورلایت و زامارین داشت این بود که شما واسه سیلورلایت باید، حالا درست شبیه WPF و تکنولوژی‌های قدیم مایکروسافت بود، ولی باید میرفتید یه چیز جدیدی یاد میگرفتید، از بیس باید یه چیز جدید یاد میگرفت. بلیزر واقعا یادگیری نداره، یعنی شما همین الان هر کسی که سی شارپ مینویسه، کاتلین واسم هم همینجوره، هر کسی که کاتلین مینویسه و HTML و CSS هم بلده بشینه پای سیستمش میتونه بنویسه. نمیگم حرفه‌ای میتونه بنویسه، ولی تا یه حد زیادی میتونه بنویسه. پس اینجا این ترسا البته بود در ابتدا، ولی خب توجیه داشت که سرمایه گذاری بشه سر این تکنولوژی. و یه دلیلی هم که حالا من تو اسلاید نمیدونم نوشتم اینو یا نه، ولی یه دلیلی که همه اومدن سمتش خیلی سریع دیدن کارشون رو راه میندازه این بود که واقعا وقتی مینشستید کد مینوشتید، اینجا دوستانی هستن که نوشتن،
یه دفعه میدیدید کاریو که یه تیم بک‌اند و یه تیم فرانت-اند تو یک هفته انجام میده، شمایی که شرکتی هستید که دات نت بک‌اندتون میایین با بلیزر انجام بدید، یک هفته میشه 2 روز. خیلی سریع به این نتیجه میرسیدید که سرعت توسعه با این تکنولوژی‌های وب اسمبلی خیلی بیشتر از یه تیم مجزای فرانت، یه تیم مجزای بک‌اند. خب حالا خود جایگاه بلیزر هم که خیلی جایگاه مهمیه تو اکوسیستم دات نت، یکی از 4 تا تکنولوژی اصلی ASP.NET کور، یه بخش از ASP.NET کور، کنار MVC، ریزر پیجز و وب API که حالا خیلی جالبه. ریزر پیجز رو هیچ کس فکر نمی‌کرد، مثلا بلیزر رو خیلی ها فکر می‌کردن محجور بمونه و بهش اهمیت ندادن، ولی ریزر پیجز این اتفاق خیلی بیشتر براش افتاده و کم طرفدار شده تو تکنولوژی‌های مایکروسافت. تنها تکنولوژی همونجوری که گفتم تک صفحه خود مایکروسافت. البته مایکروسافت تمپلیت‌های پروژه‌ای واسه ریاکت و ویو اینا هم داره، ولی اختصاصی خودش بلیزره. و دو حالت هم داره، بلیزر سرور و بلیزر وب اسمبلی. من یه نکته خدمتتون بگم، بین این دوتا البته نمیگم بلیزر سرور خوب نیست یا استفاده نمیشه، ولی باز بین این دوتا بلیزر سرور یک کاریه که مایکروسافت کرده و مختص خودشه، بقیه خیلی همچین حرکتی انجام ندادن. ولی وب اسمبلی گفتم کاملا مستقل از مرورگر و مرتبط با W3C استاندارد شده است. خب انواع این پروژه های بلیزر رو هم من با هم مقایسه کردم، سرور و وب اسمبلی. بلیزر سرور محل اجرای کد سی شارپتون عمدش، چون تو دات نت 8 یکم عوض شده، ولی عمدش رو سروره، یعنی خیلی کانسپت خوبی از لحاظ مهندسی نرم افزار شاید نباشه. سرور اون فایل‌های HTML رو میسازه، با سیگنالار تیکه تیکه میفرسته واسه کلاینت فقط نشونشون میده. باز همش رو نه، ولی عمدش رو این کار میکنه. در نتیجه بار زیادی رو سرورتون میفته. وب اسمبلی نه، کلاینت سایده، عین یه پروژه ریاکت یا ویو جی اس یا انگولار سمت سروره، سمت کلاینت. ببخشید بلیزر سرور ارتباطش با سرور از طریق سیگنالاره. سیگنالار یه لایبرری جاوا اسکریپت ریل تایمه. وب اسمبلی باز نه، مثل بقیه تکنولوژی‌های وب با API کاله، شما باید وب سرویس صدا کنید. بلیزر سرور یه خوبی که داره که البته خیلی حالا الان توضیح میدم، به نظرم مهم نیست، اینه که خیلی سریعه واسه لود اولیه، زمان بارگذاری اولیه‌اش خیلی پایینه. یه فایل 200 کیلوبایتی کلا داره، همون لود بشه اوکیه. وب اسمبلی بلیزر نه، یه دات نت پک شده کوچیک باید اولین بار لود بشه و کش بشه که 9 مگابایت واسه یه هلو ورلد تقریبا حجمشه. البته تو ورژن جدید 8 و 9 دات نت 9 سعی کرده اینو حل کنه، ولی هنوز استیبل نیستن، حداقل تو ورژن‌های استیبل اینا نیومدن. یه لینکری گذاشته که فقط اون چیزایی رو که استفاده کردید برداره، حجمش کمتر میشه. منتها خب این 9 مگا داره، ولی با یه اینترنت معقول یک بار 1-2 ثانیه فقط زمان میبره. در نتیجه خیلی مانع جدی نیست. از منابع کلاینت بلیزر سرور که خیلی کم مصرف میکنه، فقط در حد رندر شکل سایت، از منابع کلاینت نسبتاً بالاست وب اسمبلی، مثل ریاکت و انگولار و ویو جی اس. البته اینجا بعضیا میگن بهتر از تکنولوژی های جی اس، چون جی اس یه ویرچوال ماشین داره، اون کدا اول تبدیل میشن به کد ماشین بعد اجرا میشن، یعنی یه واسطی این وسط هست. بلیزر کدش تبدیل نمیشه به کد ماشین، حداقل واسه ویندوز که مطمئنم، واسه لینوکس مطمئن نیستم، ولی واسه ویندوز که اصلا تبدیل نمیشه، کد میانی چیزیه که ویندوز متوجهش میشه. واسه لینوکس هم به احتمال زیاد همینه. بعد بلیزر سرور اصلا به صورت آفلاین نمیشه باهاش کار کرد. بلیزر وب اسمبلی کاملا میشه شما یه اپلیکیشن 100% آفلاین باهاش بسازید، یعنی یک بار کش میشه دیگه تو حافظه مرورگر است، ازش استفاده میشه. مقیاس پذیری بلیزر سرور خوب نیست به دلیل اینکه دائما با سرور در ارتباطه و بحث چند سروری باشه حافظه سرورها از هم جداست.
مقیاس پذیری بلیزر وب اسمبلی که کامله دیگه، کلاینت سایده اصلا، چون مستقله مقیاس پذیریش خیلی خوبه، اسکیلبله. ببخشید که سوالی نداره تا اینجا. فرقش مثل ریاکت و نکست تقریبا نه، نکست سرور ساید رندرینگه، یکم فرق میکنن، یعنی یه بار اجرا میشه دیگه، سرور ساید رندرینگ انجام میشه. ورژن جدید بلیزر مثل نکسته، یه چیزی داره به اسم رندر. آره سرور ساید رندرینگ داره، اتو هم داره که قاطیشون میکنه با هم دیگه. آره تو ورژن از دات نت 7 یا 8 به بعد داره. آره خب یه نوع دیگه ای پروژه وب اسمبلی که باز توی بلیزر هست که همون وب اسمبلیه، هیچ فرقی نداره، پروژه PWA. باز کسایی که فرانت اند نوشتن میدونن دیگه، پروگرسیو وب اپ همون بلیزر، فقط اون سرویس ورکرها و اون امکاناتی که تو سند باکس واسه براوزر در نظر میگیره واسه PWA یا پروگرسیو وب اپ، این هم اونا رو داره. این فقط یه فرقی که داره نصب پذیرم هست، یعنی این واسه کشور ما که iOS خیلی مارکتش سخته برامون، این مشخصه خیلی خوبیه. یعنی شما اپلیکیشنی میتونید بنویسید که نصب بشه رو موبایل کاربر، وب اپلیکیشنی که نصب بشه، باز مثل ریاکت و انگولار و باقی چیزا، باز نیومده چیزی خودش پیاده کنه، همون استاندارد PWA که وجود داشته رو اینم استانداردش رو برآورده کرده. خب توضیح بدم خدمتتون. اول قبل از این که توضیح بدم خدمتتون رو کدا و امکانات بلیزر و اینا، همون جوری که میبینید الان این پروژه رو من دیگه به ندرت کد مینویسم خودم. الان کاملا با این کوپایلت گیت هاب هوش مصنوعی برام انواع و اقسام کدا رو اینجا نوشته. این به نظرتون نشونه چیه؟ نه نشونه هوشمندی که هست. آره نشونه تنبلی من هم هست احتمالا. این نشونه چیه؟ این نشونه بیش از همه چی اینه که بلیزر هم محتوای لازم رو داشته که این یاد بگیره و کاملا یاد گرفته. یعنی واقعا من ندیدم مثلا یه چیزی رو اشتباه بنویسه توش، کاملا میفهمم. حالا اون محدودیت‌های کلی هوش مصنوعی رو داره، ولی حداقل بلیزر، این یه سوالیه که تو ادامه هم بهش میرسیم، تو ادامه اسلایدها، حداقل بلیزر در این حد محتوای آموزشی داشته. آره منابعش انقدر موجود بودن که این دقیق یاد گرفته و کدی که مینویسه ارور نداره، شما میتونید کپی پیستش کنید، استفاده کنید و ادیتش کنید. خب من یه سری از مشخصات اولیه و تا یه کمی حرفه‌ای‌ترش رو خدمتتون بگم. اول همون فایل program.cs یه پروژه بلیزر رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید این الان یه پروژه است. من اول قبل از اینکه وارد بشم، این یه پروژه CRM و حسابداری برای شرکت خود ما که کد سمت سرورش با دات نت 4.5 سال 94 توسعه داده شده. وقتی میگم اینتگریتی داره و یک پارچگی داره با کدای قدیم، با کدی که زمانی ساخته شده که اصلا حتی طرح اینم نبوده، انقدر خوب یک پارچه شده و اون کد قدیمی که هیچ ربطی به این پروژه بلیزر نداره با یه پروژه واسطی کاملا باش مچ شده و داره با هم دیگه کار میکنه. خیلی هم کار رو راحت میکنه. حالا باز واسه کسایی که دات نت کار کردن من یه چیزی رو نشونتون بدم. یه چیزی دات نت به وجود آورد به اسم دات نت استاندارد. 1 و 2 هم فقط براش داد دیگه، بعد از 2 توسعهش نداد، نیازی هم به توسعهش واقعا نبود. این دات نت استاندارد یه پلیه بین دات نت های قدیم، دات نت هایی که رو ویندوز فقط اجرا می‌شدن و دات نت های جدید که دات نت کور و پلتفرم جدید، این اکوسیستم جدید دات نت، اینا رو برای هم دیگه ترجمه میکنه. این پروژه واسطه با دات نت استاندارد ساخته شده و اون پروژه قدیمی سال 94 ویواش همه حذف شدن، من حذفشون کردم. یه اپلیکیشن جدید سرور سینگل پیج کلاینت ساید جدید براش نوشتم. خب حالا بریم یه بررسی روی این پروژه بلیزرش انجام بدیم. اولین چیزی که شما تو هر پروژه جدید دات نت یا قدیم دات نتی دارید فایل program.cs. کسایی که حالا یه کمی بیشتر دات نت کار کردن، یه لحظه من
بزرگ کنم. کسایی که یکم بیشتر دات نت کار کردن با این فایل آشنا. چرا من اینو باز کردم؟ این یه سری چی؟ ببخشید من مات میبینم یا واقعا نه یکم مات متاسفانه حالا بزرگترش کردم. آره نه ممکنه مال این قهوه باشه هممون مات ببینیم. قابلیت چیز داره خوب عالی شد دست شما در خب ببینید الان اولین چیزی که اینجا هست و حالا کسایی که با دات نت کار کردن میدونن خیلی کار رو راحت میکنه، این بحث دیپندنسی اینجکشن هست. بلیزر هم مثل باقی چیزای دات نت، مثل باقی تکنولوژی های دات نت از دیپندنسی اینجکشن تو کار دات نت پشتیبانی میکنه. یعنی مثل قدیما حالا کسایی که کد نوشتن دات نت لازم نیست شما لایبرری دیگه نصب کنید که دیپندنسی اینجکشن کنید. بعد یه نکته اینجا هست، ببین یه چیزی اینجا من تعریف کردم به اسم آی براوزر تولز. اینجا ببینید بلیزر هم باز مثل بقیه تکنولوژی‌های جدید دات نت و حتی قدیم دات نت همه چیز با اینترفیس کار میکنه. یعنی شما هر چیز جدیدی بخواید بنویسید اضافه کنید به پروژه‌تون، بعضی جاها که مجبورید، اون جاهایی هم که مجبور نیستید قاعدتاً باید راه درست اینه که اینترفیس پیاده کنید. کسی میدونه چرا؟ دقیقاً. آره اولین دلیلش اینه که پیاده سازی ها میتونن متفاوت باشن. یعنی یه جایی شما مثلا تو هایبرید اپ یه پیاده سازی میکنید واسه اندروید، یه پیاده سازی میکنید واسه ویندوز، یه پیاده سازی واسه آی او اس. پس ما میریم سراغ اینترفیس ها که بتونیم پیاده سازی های مختلف کنیم. دلیل دومش هم تست پذیری پروژه است دیگه. باز میخوایم تست بنویسیم، اینا رو باید بتونیم اصطلاحاً ماک کنیم یا تقلید کنیم این توابعشون رو موقع تست نویسی که تستامون خیلی چیزا تو موقع تست واقعی نمیتونن اجرا بشن. خب پس همه چیز باز با اینترفیس هاست و از دیپندنسی اینجکشن تو کار دات نت هم ساپورت میشه. چرا من اینا هم آخر کار حتما من یه دفترچه تلفن کوچولو گذاشتم آخر تایم که اگه وقت نشد حداقل توضیحاتمو داده باشم. میریم جلو. خب مورد بعدی WW روت. این WW روت واسه کسایی که ویو جی اس کار کردن، ریاکت، اینا خیلی آشناست. دقیقاً به همون سیستم یه فولدر WW روت داریم که اپلیکیشن سینگل پیج توی این لود میشه و آدرس ها همه ریلیتیو از این هستن و فایل ایندکسمون هم اینجاست. الان توی این فایل ایندکس همونجوری که میبینید من هرچی جی اس داشتم لود کردم، یه سری متد جی اس دیگه نوشتم. این وسط اینجا هم یه دیوی هست که آیدیش اپمون داخل این لود میشه. اپ سینگل پیجمون داخل این لود میشه. عکس‌ها، سی اس اس دیگه همه چی داخل این میاد. و یه منیفست جیسون هم هست. کسی با این کار کرده؟ PWA. این دقیقاً همون سیستم PWA. این سرویس ورکر هم باز PWA. باز چیزی نیست که بلیزر از خودش ساخته باشدش. همه همون استانداردهایی هستن که توی بقیه پروژه های PWA و سینگل پیج هم هستن. خب حالا موضوع بعدی پیجزه و این پیجز یه چیز مهمی هم که داره که خیلی آسونه نسبت به خیلی از فریمورک های دیگه توی بلیزر، بحث روتینگه. الان مثلا من یه پیجی دارم به اسم فاکتورز. ببینید بالای فاکتوره نوشتم پیج /فاکتورز. این معنیش اینه که آدرس این کامپوننتم که یه پیجه میشه /فاکتورز. تموم شد. روتینگش همینقدر آسونه. و اگر مثلا من میخواستم این یه ورودی دیگه هم بگیره، این شکلی می نوشتمش مثلا ID مثلا int. این میشد فاکتورز مثلا 12. روتینگ به این شکله. روتینگ اون توی کامپوننت جدایی تعریف نمیشه. تو خود کامپوننت، بالای کامپوننت میتونیم بنویسیم روتینگو و این پیج رو هم تعریف کنیم. اگر اینو نداشت،
این کامپوننت یه کامپوننت غیر پیج میشد، یعنی دیگه روت نداشت، میتونستیم ازش جاهای دیگه استفاده کنیم. خب پوشه شیرد، این پوشه شیرد هم باز چیز جالبیه، یه سری فایل توش هست از جمله لیوت پروژمون که تو پوشه شیرد هست، تمام پوشه های دیگه بهش دسترسی دارن. الان مثلا اینجا من یه لیوت دارم، مین لیوت که بالاش هم مشخص شده از لیوت کامپوننت بیس ارث برده و این لیوت کارمه، لیوت پروژمه. وسط این لیوت هم تقریبا اینجا یه اتبادی دارم. بقیه کامپوننت ها هر وقت لود میشن این لیوت رو به خودشون اختصاص میدن و HTMLش رو میذارن به جای این اتبادیه. یعنی معادلش تو ریاکت و چی؟ چیلدرن. آره این مثلا معادل همونه و دقیقاً خیلی حتی میبینید خیلی مفاهیم نزدیک با Vue.js و React، مخصوصاً Vue.js این باز به این شکله. و تو این شیرد شما میتونید کامپوننت هایی هم بذارید که تو تمام پروژه استفاده میشن. مثلا نوبارتون رو میتونید بذارید تو این شیرد، اون نوبار پایین یا هدر بار بالاتون رو همچین استفاده هایی ازش میشه. خب حالا میرسیم به اد کد. اینو یکی دیگه از دوستانم پرسیدن. این اد کد معمولا آخر صفحه میذارنش. ببینید یه دونه کامپوننت بلیزر دو تیکه داره، یه تیکش کد HTMLشه که حالا با همون ریزر مارکینگ لنگویج میاد که هم HTML هم چیزای غیر HTMلی ریزر، همون کامپوننت های خود بلیزر. و یه قسمت دوم داره که با این اد کد شروع میشه. اینجا دیگه سی شارپ شما میتونید بنویسید. توجه هم داشته باشید تو این مدلی که ما داریم صحبتش رو میکنیم وب اسمبلی، این کدای چیز امنی نباید، هیچ چیز محرمانه‌ای نباید بیاد داخلشون. اینا سر کلاینتن، راحت میتونه دیکامپایلشون کنه ببینتشون. همه چیزایی هستن که امنیت خاصی ندارن و اینا دارن رو کلاینت تعریف میشن. اینجا شما مدلایی رو که نیاز دارید واسه پیجتون تعریفشون میکنید، توابعتون رو مینویسید، میایین سرویس ها رو صدا میکنید. مثلا من الان اینجا یه API دارم به اسم فاکتور، گتالش رو اینجا صدا زدم. کنترل میکنید که دام صفحه چجوری تغییر کنه که اینو میگم در ادامه، مثلا یه لودینگ بیاد، یه دیوی اضافه بشه، همه اینا رو اینجا کنترل میکنید. و کدش هم سی شارپه دیگه، چون کد نویسی اون کلا سی شارپه، اینجا هم کد اون سی شارپه. الان مثلا تابع فیلتر و دیلیت و ادیت و همه اینا رو من اینجا نوشتم. این نوع کد نویسی هم که من نوشتم اینجا شما بدونید که خیلی استاندارد نیست. هر چه بیشتر بهتره اینا رو مجتمع کنید تو کامپوننت ها و اصطلاحاً ایونت هندلر بنویسید. حالا من دیگه خیلی ریز نشدم سر این مسائل، یکم گیج کننده میشن. خب پیج و روتینگ رو هم گفتیم. میرسیم به استیت و تو وی بایندینگ. ساعت ما تا کی وقت داریم؟ ما یا هزایان تا 4:30. خب بذارید پس من الان همینجا، چون آقای من فامیل شریفشون آقا سعیدم گفتن، من همینجا الان یه پروژه جدید اضافه کنم. اصلا میرسیم، مشکلی نداره، خیلی نمونده ازش. اینا رو تو اون پروژه جدیده بگم. خب اینجا من یه بلیزر وب اسمبلی استندالون اپ اضافه میکنم. معنیش هم اپلیکیشن وب اسمبلی بلیزره که استندالون هم هست، هیچ سروری چیزی نداره. و نکست میزنم. اسمش هم خوبه، بلیزر اپ 1. دارم با ویژوال استودیو ورژن کامیونیتی کار میکنم. شما میتونید با ویژوال استودیو کد هم بنویسید، مشکلی نداره، ولی ویژوال استودیو ورژن کامیونیتی مجانیه، کرک نیاز نداره، خیلی هم راحت تره. خب این اینکلود هم بذاریم، اینو هم برش داریم. باز ویژوال استودیو داره. ویژوال استودیو داره یه چیزی هم هست. نه هیچ مشکلی که نداره. نه ویژوال استودیو کامیونیتی هم واسه لینوکس اومده دیگه، الان اومده. و از
پروژه جت برینز هم میتونید استفاده کنید، اسمش حالا رایدر. آره رایدر هم میتونید استفاده کنید تو لینوکس. خب ببینید ما الان اینجا چون صفحه نمونه هم خودش داره، از صفحه نمونه خودش استفاده کنیم. یه صفحه داره به اسم کانتر. این کانتر من صفحه رو یکم ریز میکنم، هر جا نمیدیدید ردیف های آخر بهم بگید. الان میبینید اوکیه؟ خب این کانتنت اومده یه باتنی تعریف کرده که روش نوشته کلیک می. این باتنه آن کلیکش که باز این ات داره، این چون ات داره یعنی از سینتکس های بلیزره، این آن کلیکش میگه این تابع اینکریمنت کانت رو صدا کن و اینو یکی یکی زیاد میکنه. حالا من اینو اجراش کنم. درباره اجرا هم یه نکته بگم. یه دونه اجرا دارید که این شکلی میذارید سرورش ران میشه و دیباگ میشه. یه اجرای دیگه دارید که با شیفت و کنترل و دبلیوه، اون دیگه دیباگ نمیکنه، بدون دیباگ ران میکنه، سریعتره. هر دوشون هم هات ریلود دارن، یعنی شما مثل بقیه تکنولوژی ها مثل ریاکت و اینا یه کاری بکنید اینجا سیو کنید، همون لحظه تو براوزر با 1-2 ثانیه اختلاف اعمال میشه. خب الان این کدی که اینجا بود ببینید، میبینید این هم هر بار که من میزنم اون اضافه میشه. این یه قابلیتیه توی بلیزر که بهش میگن تو وی بایندینگ، تقید دو طرفه، و تو بلیزر خیلی پیشرفته پیاده شده. یعنی حتی اگه شما یک کلاس تو در تو هم درست کنید و داخل یک کلاس، مثلا داخل یک کلاس استودنت یه لیستی از نمره داشته باشید، نمایشش بدید، یکی از اون نمره ها تغییر کنه، اینو میفهمه و صفحه رو آپدیت میکنه. و از اون طرف چون تو وی دیگه، یعنی دو طرفه است، بیاید الان من یه دونه اینپوت اینجا تعریف کنم و این اینپوت رو، حالا من هدفم این نیست که شما کد نویسیش رو الان یاد بگیرید، من این اینپوت رو بایند کنم به همین ببخشید به current count و تایپش رو هم بکنم نامبر. خب الان من یه اینپوتی اضافه کردم اینجا، سیو کردم، یکم طول میکشه، خوشبختانه اینو از دات نت 7 به بعد اضافه کرد. قبلا شما باید دوباره ریست میکردید پروژه رو. خب الان نگاه کنید، این که اضافه میشه اینم اضافه میشه و اینو هم تغییر بدم، مثلا بکنم 6، اونم میشه 6، یعنی کاملا دو طرف است با هم دیگه. از هر جایی این پراپرتی تغییر کنه اعمال میشه. و تو وین بایندینگش داستانش اینه. اگر این لیبل بالا و اینپوت توی دو تا کامپوننت جداگانه باشن، یعنی تو نه دو تا کامپوننت جداگانه با هم دیگه در ارتباط نیستن. نه دوتاشون از پرنت بخونن. دوتاشون از پرنت بخونن قاعدتاً درست. آره فکر میکنم هیچ مشکلی نداشته باشه، ولی بذارید الان که میخوام کامپوننت رو بگم اینو تستش کنیم. الان میایم متوجه شدم من. آره خب ببینید، من یه مفهومی اول همینجا چون تو ادامهش بود همینجا بگم، سوال خیلی خوبی کرد. یه مفهومی هست به اسم کامپوننت. کامپوننت همون پیجیه که روتینگ نده، فقط کامپوننتشه. الان اسم اینو بذاریم مثلا لیبل کامپوننت و یکی دیگه از چیزها رو هم من خدمتتون بگم. داخلش یه دونه اسپن بذاریم، اینجا هم یه دونه پارامتر تعریف کنیم. یه اتریبیوتی هست به اسم پارامتر. این پارامتر باعث میشه اینو بتونید از خارج از کامپوننت، از پرنت کامپوننت مقدار بهش بدید. الان من یه پارامتر تعریف میکنم. خب خوبه، همین لیبل خوبه، این هوش مصنوعی کمکمون میکنه، خودش کامل میکنه. اینو هم میذاریم ات لیبل. خب حالا تو این کانتر به جای اینکه این h1 رو بذاریم،
همون کامپوننت لیبل کامپوننت رو میارم و لیبلش رو هم میذارم این کانتر، این کارنت کانتر، کارنت کانتر دات تو استرینگ. آره تو دوتاشون تو همین فولدرن. آها لیبل کامپوننت کردش. خب این الان درست شد. خب الان منظور شما همین بود دیگه. الان ما یه کامپوننتی داریم توی یه کامپوننت دیگه. لیبل کام اگه تعبیر کنه مقدار یا اصلا به چه صورت اونجا تعبیر کنه؟ خب بذارید آها نه اونو باید یه ایونت هندلر تعریف کنیم. همونه بس مثل اوناست. موزل نیست، خیلی ساده است. بذارید الان یه لحظه حالا واسه اینکه یکم جلسه به هوش مصنوعی هم کشیده بشه من اینو نمی نویسم خودم. ببخشید من آب نیست، صدام یکم گرفته. خب الان من به هوش مصنوعی میگم باش فارسی آخه وسطش راست به چپش خراب میشه. بفرمایید فارسی بنویسیم. یک بذارید اینو هم اینتیجر کنیم که دیگه دوتا اینتیجر باشن. میدونید این نمیدونم با گیتاب کوپایلت کار کردید، هم به کانتکستتون دسترسی داره، یعنی میتونه بره فایل‌ها رو بخونه، چیزایی که ربط دارن. ببخشید مشکل نداره. حالا اوکی. خب الان این برامون یه دونه به نظرم اشتباه نوشت و این کار نمیکنه، ولی وایسی تستش کنیم. خب اینا هم تابعش رو هم کپی کنیم. این الان یه دکمه گذاشت. آیا لطیف التجاری به نظرت کار میکنه؟ آره باید ایونت کال بک میذاشت ولی نذاشت. شاید حالا اون درستی انجام داده. بذارید تست کنیم. خب الان تئوری بله بفهمم. 20 نفر هستیم مثلا حاضریم و میخوایم به جای اینکه یکی حضور بزنیم 2 نفر اومدن و 2 نفر رو اضافه کنیم. نه من حالا به تئوریش خیلی فکر نکردم. میخوایم از داخل کامپوننت چیزی رو که بیرون از کامپوننت تغییر بدیم ببینیم بایند هستن به هم یا نه. ولی به تئوریش مثلا من مثلا خواستم ببینم روزمرگیش اینه که مثلا حضور 2 نفر همزمان رو باید فکر کنیم به این قضیه. الان جدید رو به مقدار قبلی که داریم با برنامه حضور غیاب مثلا ستش کنم ببینم چه کاربردی حضور غیاب بله. نه من لپتاپم خیلی گرم شده، به شدت کند شده. الان اوکی میشه.
خب این شکلی که جواب نداد اشتباه کرده بود، ولی خیلی ساده درست میشه. الان خودمون درستش میکنیم. اینجا یه دونه ایونت کالبک تعریف میکنیم. ایونت کالبکش هم از نوع اینت میذاریم و اسمش رو میذاریم لیبل چنج. خودش هم درستش کرد و اینو هم پارامتر میکنیم. خب و حالا میایم تو این صفحه کانتر میگیم لیبل چنج رو پابلیکش نکردم، ببخشید. این لیبل چنج رو مساوی مثلا LBL changed بکن و میام این LBL changed رو هم تعریف میکنم و اینجا میگم current count مساوی args. حالا یه کمی این کدش فنی شد، باید یه کم کسی آشنا باشه با دات نت تا متوجه بشه چی شد، ولی کار خیلی ساده ای بود. نمیدونم اینم نفهمید، فکر کنم چون فارسی نوشتم راست به چپش هم قاطی شد. آره اصلا مفاهیم دقیقاً همونا هستن، یعنی سعی کرده هیچ خب اینجا یه چیزی رو من حالا باز دوباره خوب شد که باید بگم بهتون. این یه مفهومی داریم که باز کاملا توی ریاکت و ویو و اینا هست به اسم استیت و کل این بایندینگه داره بر اساس استیت کار میکنه. یعنی میفهمه که الان استیت تغییر کرد، باید بره دوباره رندر کنه پیج و مقادیر جدید بگیره. من اینجا ببینید اگه کار ساده‌ای بکنید مثل اون کار اولی که ما کردیم که داخل خود کامپوننت یه چیزی رو تغییر دادیم، اینجوری خودش میفهمه میره استیت رو عوض میکنه. ولی اگر یکم پیچیده‌تر و تو در تو تر کار کنید خیلی وقتا متوجه نمیشه. یعنی باید لایف سایکل پیج رو بدونید دقیقاً که کی متوجه میشه کی متوجه نمیشه. راه سادهش اینه که ما بیایم یه تابع استیت از چنج رو صدا کنیم، دیگه میره میفهمه که استیت عوض شده. و الان بازم عوض نشد که اینوک نکردم تو. نه من اینجا ببخشید اینوک نکردم اصلا. نه من این هست واقعا تمام تکنولوژی اذیت کننده هست. نه اذیت کننده اصلا نیست، خیلی چیز ساده ایه. فقط یه تابع اینوک هم باید صدا میکردم، من یادم رفت. این میاد همون ایونت رو اجراش میکنه. ببخشید من مدت هاست این کار رو نکردم. این هوش مصنوعی هم هرچه بیشتر ما رو تنبل کرده خیلی تابع های یادمون من حقیقت سینتکس ها دیگه یادم نمیاد. باید بذارید اینو ازش بپرسیم. یه سوالی، شما یه نظرسنجی بکنیم تو هفته اخیر کی از استک اوورفلو چیزی خونده؟ خوندید؟ خوبه. خیلی دیگه باید چیزی ریز باشه تا آدم بره سراغ استک اوورفلو. من قبلا آره تقریبا آره خلاصه خیلی دنیا ده. ما زمانی که من خودم برنامه نویسی شروع کردم اصلا استک اوورفلو نبود و حالا یه چیزی بود به اسم نه یه چیزی بود به اسم سی شارپ کورنر و یه چیزی دیگه همون سی شارپ کورنر بود. اونجا مثلا نگاه می‌کردیم ببینیم چجوری ان کدا.
خب آقا سعیدی درست شد. آره. و باز همون جوری که میدونید باز دو طرف است دیگه، یعنی از این طرف تغییر کنید داخل کامپوننت تغییر میکنه، از اون ورم واقعا چند خط بیشتر. آره واقعا اولش مشکل زبان فارسی بود، یعنی انگلیسی می نوشتیم اوکی بود. خب زبان فارسی البته بسیار زیبا و خوبه، حالا اینا هم یاد میگیرن یواش یواش. خب اینم تو وی بایندینگ بود. استیتو هم که دیگه همینجا متوجه شدیم، عملا کامپوننت و پارامتر هم گفتیم. خب بعد لایبرری هایی هم که میتونید استفاده کنید، عمده لایبرری هایی که واسه لایبرری های معروفی که واسه ریاکت و انگولار و ویو هست، اینجا هم دیگه تقریبا همشون ایمپورت شدن. مثلا احتمالا خیلیاتون با سویت آلرت کار کردید دیگه. پکیج منیجر دات نت کلا اسمش ناگته. توی ناگت هم میتونید با جی او آیش سرچ کنید. الان من دنبال سویت آلرت مثلا سرچ میکنم. هم میتونید از جی او آیش استفاده کنید، هم میتونید سایتش رو باز کنید و حالا با سویت آلرت ببخشید سویت آلرت، بعدم بزنم بلیزر. این مثلا ورژن رپر ایمپورت شده سویت آلرت به بلیزر. خب همه کامپوننت ها هم تقریبا یه شکل مشابهی دارن. اول باید اینستال بشن، شما میتونید با دستور اینستالشون کنید، میتونید هم با همون جی او آی اینستالشون کنید. و خب یه نکته من خدمتتون بگم، ببینید این کامپوننت، این لایبرری ها یه بخش سی شارپ دارن، تقریبا همشون هم یه بخش سی اس اس و جاوا اسکریپت دارن دیگه. ما باز داریم وب می‌نویسیم. مثلا سویت آلرت یه پکیج جاوا اسکریپتی معروفه که اینو نمیایم دوباره تولیدش کنیم، از همون جاوا اسکریپت ها استفاده میکنیم، فقط براش رپر نوشتن توی بلیزر. خب سرویسش رو باید اضافه کنیم که حالا دیگه این توضیح این که این سرویس چیه، این باز همون دیپندنسی اینجکشن ها رو انجام میده. وابستگی هایی رو که این داره تزریق میکنه به پروژه، ولی یکم سخته الان واردش بشیم. فقط بهتون خیلی ساده هر لایبرری میگه چجوری باید این کار رو بکنید. خب اینم واردش کنیم، سرویسش رو وارد میکنیم، جاوا اسکریپتش رو هم. خب به نظرتون جاوا اسکریپتش رو باید کجا بذاریم؟ داخل صفحه index.html، چون داریم یه پروژه سینگل پیج درست میکنیم. هر چیز جاوا اسکریپتی، سی اس اس، همه چیزا داخل این index.html لود میشن مثل هر سینگل پیجی دیگه. این هم از جاوا اسکریپتش. حالا میتونیم توی این دیگه الان فرصتمون از دست دادیم، همینجوری اومد. خب حالا مثلا یه سری توابع هم دارن کامپوننت ها، مثل آن اینیشیالایز. من اینو توی یا آن افتر رندر، اینو توی آن افتر رندر میگم که خب اول باید یه اتریبیوتی داریم به اسم اینجکت، بالای صفحه ها میتونیم ازش استفاده کنیم به این شکل که @inject. وقتی از یه سرویسی اینجا میخوایم استفاده کنیم، کسایی که دات نت نوشتن کاملا آشنان با این اینجکشن، از این اینجکت استفاده میکنیم و اول باید یوزینگش کنم. ببخشید من لپتاپم کاملا داغ کرده دیگه.
خب اینجکتش باید بکنم و بگم هر جایی از این سویت آلرت سرویس میخواستی مثلا به اسم سویت آلرت سرویس اینجکتش کردم و الان اکثر لایبرری ها هم به همون شکل توابعی که تو جاوا اسکریپتشون بوده همونا رو پیاده کردن و الان مثلا یه اگر دوست داشتید بذاریم بچه‌ها موافق هستیم؟ موافقت الکی اعلام نکنید. چیه؟ پس حتما حالا یه جلسه دیگه حالا من الان ادامه میدم فعلا تا آخر تایمش رو بریم جلو. بعد خب الان مثلا من یه دونه یکم مونده، الان اینو رد کنیم میرسیم بهش. خب ببینید الان همین لایبرری رو که اضافه کردیم با هم دیگه ببینیمش. من کلیت لایبرری اضافه کردن میخواستم تو ویدیو باشه. هر لایبرری دیگه اضافه کنید تقریبا همین شکلیه، یعنی یوزینگش، دیپندنسی اینجکشنش به همین شکله. بله بفهمم. منی که مثلا تقریبا 2 سال دارم JS کار میکنم، دلیل منطقی هست که بخوام مهاجرت بکنم به این جایی که یه الان شما دارید JS مینویسید؟ آره. به نظرم نه و تو ادامه هم میگم چه جایی کاربرد خوب داره. به نظر من نه. اگر دارید واسه شما 100% پیچیده تر میشه. آره یعنی منطقی نیست این کار. هدف بلیزر این بود که بیاد شما جاوا اسکریپت و تکنولوژی جدید که اومد یک ساید بیزینسی داشت واسه سازمان‌ها که کاستشون رو بیاره پایین، هزینه‌شون رو کمتر کنه و اون تکنولوژی رو نگهداری کنه و بروزشون کنه. دو اون برنامه‌نویسایی که دات نت کار رو غیره بودن بتونن با تکنولوژی‌های جدید و یا اپلیکیشن‌ها و غیره توسعه بدن و برنامه‌ای که دارن رو عرضه کنن. الان توی عصر فعلی ما همش رو کلاودیم در واقع با تکنولوژی‌های جدید. واسه شما حقیقت‌گرد به حساب میاد که دارید با اونو می‌نویسید، ولی واسه اون دوستان و جامعه یک ابزاری جهت سازماندهی و پیشرفت است. خب اینم لایبرریه بود. حالا دیگه من واقعا خیلی کند بود، گفتم ادامه بدیم. اگه لازم بود یه جلسه کارگاه میذاریم، مثلا از صفر یه پروژه‌ای رو با هم پیاده میکنیم. فقط خب باید یه مقداری سی شارپ بلد باشید واسه اینکه اون کارگاه رو شرکت کنید. یه موضوع خیلی مهمی دیگه و موضوع خیلی جذاب دیگه ای که اضافه شد به اکوسیستم بلیزر، یه پروژه اوپن سورسی بود به اسم بلیزر هایبرید اپ. یادم هم نیست کیا درستش کرده بودن، ولی بعد اصلا مایکروسافت آوردش جز خود اکوسیستم بلیزر و هایبرید اپ رو باهاش منتشر کرد. این پروژه هایبرید اپ میاد پروژه وب بیس بلیزر شما رو تبدیل میکنه به اپلیکیشن اندروید، آی او اس، ویندوز، لینوکس و حتی تایزن واسه تلویزیون‌های هوشمند. تمام اینا رو شما با یک کد میتونید برنامه‌تون رو روشون اجرا کنید و نه تنها میتونید برنامه‌تون رو روش اجرا کنید، چون توی پلتفرم تو فریم ورک مایو آی میتونید کدای نیتیو اون مایو آی رو هم باش یک پارچه کنید. یعنی واسه اندروید کد نیتیو با اون بنویسید و توی اپلیکیشن وب بیستون کدای نیتیو رو صدا کنید. اون وابستگی‌های نیتیو رو ازشون استفاده کنید. نمیدونم کسی اینجا الکترون کار کرده؟ الکترون مثلا شبیه به این چیزا بود، ولی اصلا قابل قیاس هم نیست قدرتشون با هم دیگه. واقعا مایوهای خیلی نه منسوخ نشده الکترون. حتی خود ویژوال استودیو کد هم با یه
نوعی از الکترونه، منسوخ نشده ولی چیزی نیست، یه وب ویو عملا خیلی کاری نمیکنه. مایوهای خیلی پیشرفته تر از یه هایبرید اپ، مایوهای خیلی پیشرفته تر از یه وب ویو. پس اون کامپوننت های بلیزری رو که نوشتید به صورت بومی لازم نیست از وب لود بشن، داخل خود اپلیکیشنن، میذارید روی موبایل یا میتونید بذارید توی کامپیوتر. نمونه مشابهش واسه اندروید کپاسیتوره، واسه کامپیوتر هم الکترونه، ولی میگم این خیلی یک پارچه تر و امکاناتش هم بیشترن. باز من اینجا بخوام نشونتون بدم یه نمونه، این پروژه وب اپلیکیشن و اپلیکیشن اندروید شرکت خود ما واسه دستگاهامونه. ببینید من اینجا یه پروژه شیری دارم به اسم بلیزر پیجز. تمام این صفحه هایی که لازمه، کلاس هایی که لازمه و لایبرری، این چیزهایی که میخواستم استفاده کنم، حتی تزریق دیپندنسی ها اینجا تو این پروژه اضافه شدن. من اینا رو ببخشید ببندم یکم سرعت لپتاپ بهتر شه. همه اینا رو توی پروژه شیر اضافه کردم. خیلی این واقعا کار رو راحت میکنه. میخوام لپتاپم دیگه، این تقصیر لپتاپ من نیست، این تقصیر دمای هواست. نه تقصیر دمای هواست، خیلی گرم شد یه دفعه. حتی دیپندنسی ها رو هم اینجا رو همه رو اضافه کردیم. بعد 2 تا پروژه اومدم تعریف کردم که شما اگه این 2 تا پروژه رو نگاه کنید اصلا قسمت پیجزشون خالیه، کد خاصی توشون نیست. یکی میاد همون پروژه شیر رو واسه اندروید اجرا میکنه، یکی میاد همون پروژه شیر رو واسه وب اجرا میکنه و دقیقاً از یک کد میتونید استفاده کنید دوتاشون. حالا مثلا واسه اندروید پرمیشن گرفتن اندروید فرق میکنه دیگه، میایم نیتیو واسه اندروید پرمیشن گرفتن رو اجرا میکنیم، یا نوتیفیکیشن گرفتن توی اندروید فرق میکنه دیگه. نوتیفیکیشن گرفتن و مثلا میایم نیتیو اینجا من نوتیفیکیشن و وب کلاینت رو پیاده کردم. این خیلی کمک میکنه به کد. اپلیکیشن های بزرگی تو ایران و خارج از کشور هم دیدید، مثلا اسنپ یه اپلیکیشن وبه، اندرویدش رو که اجرا میکنید حالا با کپاسیتور یا با یه پروژه دیگه همون وب رو به شما نشون میده عملا. این هایبرید اپ اومده همین کارو کرده و واقعا واسه کدنویسی اندروید و آی او اس و وب به شکل همزمان کارو جلو میندازه. من تا الان 2 تا اپلیکیشن باش نوشتم. سرعت اپلیکیشن نوشتن وقتی شما دارید واسه 3 تا سیستم عامل می‌نویسید واقعا 3 برابر میشه. روی یک کد می‌نویسید رو 3 تا اجرا میشه. فوق‌العاده انعطاف پذیر و خوبه. یعنی دقیقاً نقطه مقابل اون کاری که توی زامارین کرده بود که دستتون رو می‌بست، هیچ کاری نمی‌تونستید بکنید، اینجا دستتون بازه دیگه. عملاً دارید یه پروژه وب می‌نویسید که رو موبایل و ویندوز هم اجرا میشه. این هم داستان هایبرید اپ بود. خب حالا یه مقایسه‌ای بکنیم بین بلیزر و تکنولوژی‌های جاوا اسکریپت مثل ریاکت و انگولار. بلیزر با ویژوال استودیو و دات نت یک پارچه است. واسه تیمای دات نت خیلی مناسبه. کامیونیتیش کوچیک‌تر از ریاکت و انگولار و ویو قطعا اینجور هست ولی خیلی کوچیک‌تر نیست ولی چون مستندات رسمی مایکروسافت رو داشته خیلی راحت میشه یادش گرفت و همینم بود که هوش مصنوعی انقدر خوب یادش گرفته، رفته یه مستند رسمی رو خونده همش رو یاد گرفته. و یه عیبی هم که داره اینه که وب اسمبلی بار اول باید لود بشه، یکم حجم داره ولی این در حد 1-2 ثانیه است، خیلی چیز بزرگی نیست، در حد با اینترنت ما در حد 4-5 ثانیه است و یه بارم است. ریاکت و انگولار سبکترن تو بارگذاری اولیه، جامعه کاربریشون هم بزرگتره، ابزاراشون هم متنوع‌تره ولی خیلی تغییر پذیرترن. من نشونتون دادم اون کدی که نوشته بودم، کد بک‌اندش که با فرانت اندش هم اینتگریت شده بود، کد بک‌اندش مال 10 سال قبل بود. بعیده کسی بتونه یه پروژه 10 سال قبل ریاکت، اصلا انگولار که اصلا از بیخ و بن عوض شده، ریاکت هم بعیده بتونه الان با ابزارهای الان باش کار کنه، ولی خب اینجا اینو داریم. یعنی واقعا
یه تاریخچه بزرگی از خدا رو میتونیم استفاده کنیم. یه پیشبینی آینده‌ای هم درباره بلیزر کردن که این پیشبینی آینده از پیشبینی آینده وب اسمبلی خیلی دور نیست، مثل همون. چون با دات نت کاملا ادغام شده، واسه تیم‌های دات نتی خیلی مزیت داره. پشتیبانی مایکروسافت پشت سرشه و جامعه کاربریش و کتابخونه‌هاش هم درسته کوچیک‌تره، ولی رشدش واقعا عجیب بوده تو چند سال اخیر. یعنی شما 5 سال پیش وقتی دنبال یه لایبرری بلیزر میگشتید مطلقاً هیچی پیدا نمی‌کردید. الان بعید چیزی رو لازم باشه خودتون پیاده کنید. یه دونه براش پیاده کرد، درسته ریاکت 10 تا داره از اون پیاده سازی‌های مختلفش، این یه دونه رو داره حداقل، یعنی کارتون رو لنگ نمیذاره. با توجه به این سه تا آینده خوبی براش پیش بینی کردن و دیگه اصلا اون ترسایی که اون ابتدا بود اصلا دیگه مطرح نیستن که بلیزر از بین میره و پیشو نمیگیره مایکروسافت و اینا اصلا دیگه مطرح نیستن. من دیگه جایی ندیدم. از نظر فرصت شغلی بلیزر به شکل قابل توجهی الان هم در خارج از کشور هم به خصوص در داخل کشور فرصت شغلیاش کمتر از فناوری‌های JS. یعنی اگر میخواین بلیزر یاد بگیرید که باش برید سر کار، احتمال کار پیدا کردنتون کمتر از ریاکت، ویو یا انگولاره. ولی باز رشد این فرصت شغلی ها خیلی زیاده. یعنی باز قبلا هیچی نبود، الان خیلی زیاد هست. حتی تو ایران هم من عکس جاب اینجا رو به هم همین امروز گذاشتم، فرصت شغلی داشت، چیزی که اصلا قبلا نبود، یعنی اصلا مطلقا شما نمیدیدید. و توی آپورک و لینکدین، حالا لینکدین جابز، میتونید شغلای بلیزر خارج از کشور ببینید. الان دیگه آپورک هم به صورت مداوم هر روز پروژه های بلیزر وجود دارن و دیگه این نشون میده که کاملا یه عده‌ای دارن باش کار میکنن. مخصوصا من اگر تجربه شخصی بهتون بگم، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگی که خارج از ایران دات نت بوده کارشون، الان خیلی هاشون اومدن به سمت بلیزر. خب نمونه‌های واقعی هم که باش پیاده شدن میتونید تو شوکیس سایت خود دات نت ببینیدشون. مثلا یه سری نرم افزار نمایشگاهی از مال آمریکاست، یه شرکتی جی اوییشن واسه نرم افزارهای داخلیش استفاده کرده، پستیج، اینا چیزهای معروفی بودن که باش پیاده سازی شدن. زیادم هستن دیگه، مثل اولش که پروژه‌ای باش پیاده نشده نیست، الان مورد استفاده قرار گرفته. خب من تموم شده رام، دستتون هم درد نکنه توجه کردید. باز پرسش و پاسخ.